من جزء اون بازیگرایی هستم که از تئاتر اومدم. به هر حال تئاتر برای یک بازیگر مثل سربازخونه است. به آدم نظم و دیسیپلین و آدم باید همیشه آماده باشه برای کارش. من در یه همچین محیطی پرورش پیدا کردم. وقتی من وارد کار تئاتر شدم، بزرگان تئاتر ایران، یعنی همه غول‌های بزرگ تئاتر بودن. من یه آدم ضعیف کوچکی وارد شده بودم برای اینکه یه نقش یک دختر 19 ساله انگلیسی، اتفاقا پیسش هم انگلیسی بود، پیسی بود به اسم باد بزن خانم ویندرمیل، نوشته اسکار وایلد. خانم لورتا، این همسر آقای نوشین، این پیس رو کارگردانی کرده بود. خوشم نقش مادر من بازی میکرد. بعد از اون تا 2-3 سال که این تئاتر سر پا بود، من در تمام این برنامه ها و پیس ها نقش داشتم. بعد از حادثه 28 مرداد تئاترم تعطیل میشه. چند تا پیس و آقای جعفری که از همکاران تئاتر ما بود رو صحنه برد که منم در اون پیس ها نقش بازی کردم. و بعد به هر حال این گروه کوچک ما هم پراکنده شد. از من دعوت کردند برای بازیگری فیلم. 2 تا نقش برای بازی در فیلم، یکی مردی که رنج میبرد، خود آقای جعفری نوشته و کارگردانی میکرد. دیگری چشم به راه بود که آقای عطاالله زاهد این رو کارگردانی میکرد، خودشم نوشته بود. از اونجا من دیگه وارد کار سینما شدم. تا انقلاب من در حدود 30 فیلم بازی کردم، چند سریال بازی کردم که معروفترینش سلطان صاحب قران بود. وقتی که این انقلاب بعدی که به وجود اومد، خب من اتفاقا 2 تا فیلم کار کردم. یکی با آقای مسعود کیمیایی بود، خط قرمز. یکی هم جایزه بود که آقای داوود نژاد اون کارگردانی کرد. بعد نمیدونم حالا به چه دلیل تصمیم گرفته شد که، البته نه تنها برای کار هنری، تصمیم گرفته شد در تمام صنوف، در تمام زمینه ها یک نگرش جدیدی بشه، یک پاکسازی بشه که سینما هم از این مبرا نشد. منم افتخار پاکسازی نصیبم شد. ما هم خب اومدیم کنار و بعد از اون برای من از لحاظ روحی خیلی گرون تمام شد. برای اینکه شما فکر کنید من حدوداً 25 سال، ربع قرن کار کردم و کاری رو که دوست داشتم، انرژی گذاشته بودم، جوونیمو گذاشته بودم، به تجربه رسیده بودم، به ناچار باید دیگه این کار نمی کردم. فکر کردم خب چه کار باید بکنم. یه مقداری چیزایی رو داشتیم فروختیم و جنگم شروع شده بود. سفر به خارج مشکل بود، ولی بعد از مدتی که اجازه داده شد که آدمایی که میخوان سفر بکنن بتونن، من رفتم آلمان. یه مدتی گشتم، یه مدتی رفتم فرانسه، یه مدتی رفتم انگلیس، یه مدتی رفتم ایتالیا. بعد دیدم که با پولی که با خودم بردم داره همه هدر میره. بالاخره من باید یه کاری بکنم. مسئله من این نبود که رو سری سر کنم یا نکنم، مسئله این بوده که من باید به هر حال سرپا باشم. فکر کردم که من کار پاکسازی صورت و زیبایی یاد بگیرم. البته ورود به کلاس های مدرسه زیبایی هم خیلی مشکل بود. 3-4 ماه من تلاش کردم، مجبور شدم برم یک کلاس یه خورده فشرده زبان یاد بگیرم. 14 ماه من رفتم کلاس. وقتی که دیپلم های زیبایی رو گرفتم، گفتم حالا برمیگردم ایران. نمیخواستم از شهرت و اسم خودم استفاده کنم، میخواستم کاری رو که ارائه میدم حتما آموخته باشم، بلد باشم اون کار رو. من برگشتم و این کار رو شروع کردم. برای دوستان، آشنایان و خانمای دیگه سرپا بودم و کسب درآمد کردم. ناله هم نکردم. با اینکه من بهتون بگم که من از 10 سال پیش به این طرف 3 جراحی بسیار سنگین خطرناکی رو گذروندم. خب به این طریق زندگی ما نه البته با خوشحالی،
بلکه با اندوه میگذره. و من باید بهتون بگم که من از راه دور و سالهای دور اومدم اینجا نشستم، ناله نمی کنم، خوشحالیم ندارم، ولی خب ادامه میدم راه زندگیمو. زمان میگذره، شاید که یه وقتی جوان ها ما رو نشناسن یا اونایی که ما رو میشناختن از دنیا رفتن. به هر حال ما به فراموشی سپرده بشیم. شما نمیذارید این فراموشی به وجود بیاد، سعی میکنید ما رو تو چشم یا گوش یا وجود قلب دیگران زنده نگه داریم و ما رو یه جوری به اینا ارائه بدین.